آموزش نصب دوربین دنده عقب آینه مانیتور داره. اینجا سیم دوربین رو وصل میکنیم، سیم از این کنار لامپ پلاک میفرستیم پشت سفر ماشین، پشت سفر بازش میکنیم. اینجا سوراخی که مال تخلیه آب کف جازاپاس هست، از اینجا میفرستیم سیم و داخل. بعد یه سیم مثبت داره که میزنیمش به لامپ دنده عقب و سیم منفی هم میزنیم به اتصال بدنه. بعد کابل انتقال تصویر رو از نمد، از داخل نمد صفحه این گوشه رد میکنیم تا به سمت مانیتور. بعد از مانیتور یه فیش هست که فیش آداپتوریه، اونو بهش سیم مثبت کلا میکشیم، از این قابستون میاریمش اینجا تو جعبه فیوز. این سیم رو وصلش میکنیم به فیوز فندکی ماشین. دیگه دنده عقب که بزنیم دوربین فعال میشه. این دنده عقب دوربین فعال شد.